من هم بهترین خبرمون رو میخوام بگم. یک شرکت خیلی خوشنام و با سابقه آلمانی که کارش ساختن سری M BMW هست، BMW M2 M4 و یکی از پورشه GTR 911 GTR اگه اشتباه نکنم و یه سری موتورسیکل های مسابقه ای. این شرکت با 30 سال سابقه موافقت کرده که برای ما تولید بکنه و جدای از اون یک آفر رسمی به ما دادن که توی اون آفر یک شرکت پری and small series overall vehicle development هستن، تو ابعاد کم ماشین میسازن. توافق کردن که 3 تا موتور برای ما بسازن. این 3 تا موتور 2 تاش برای کرش تست امتحان استفاده میشه که میزننش تست های تصادف دیگه برای اینکه استانداردها رو بگیریم و یکیش هم برای نمایشگاه بعدی. هزینه بین 26 تا 32 میلیون یورو دادن برای این 3 تا دونه موتور که خوشبختانه هزینه زیادی نیست. جایی که ما الان هستیم توی نمایشگاه خیلی ما رو نزدیکتر میکنه بتونیم که این عدد رو دریافت کنیم. و دیگه به دیتیل این آفری هست که به ما دادن. البته اینجا نمیدونم چرا نمیشه دوربین رو اینورت کرد و به دیتیل دادن. یک جنرال دیسکریپشن دادن، توضیح عمومی که قراره به چه شکل باشه. یک رودستر 2 سیتر یعنی یک ماشین 2 سرنشین، مید ریر انجین، گیربکس جی بی. ببین من فقط یک قسمتشو براتون بخونم. برای فرانت ساسپنشن design of the front suspension according to the spec book requirement, according to homologation requirement, according to a structural safety requirement. یعنی محصولی تولید میشه که کلمه homologation یعنی استانداردسازی تو صنعت ما همچین معنی میده، جای دیگه نمیدونم. همه چیز استاندارد خواهد بود برای یک هایپرکار، یک پروژه هایپرکار. این خیلی اتفاق بزرگیه برای ما، شاید بزرگتر از این نمایشگاه. انقدر ما کارمون خوب بوده که این شرکت آفر رسمی بهمون داده، یعنی تمایل دارن برای ما تولید بکنن و این خیلی یعنی که ما داریم جدی گرفته میشیم توی این صنعت. این واقعا خبر خوبی هم برای ما هست هم برای افغانستان، چون این میتونه یک قدم واقعا بزرگ تو مسیر صنعتی شدن باشه. این یکی از اون خبر هاست.